سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی شیبانی شکیب هستم و اینجا شکیب شوه. قبل از اینکه هر حرف دیگه‌ای بزنیم، بریم با هم این ویدیویی که در واقع هوش مصنوعی جدید اوپن ای آی یعنی سورا منتشر کرده رو با هم ببینیم. بعدش میایم کلی مفصل با هم حرف میزنیم. پس برو بریم. وقتی این ویدیو رو نگاه میکنید ممکنه با خودتون تصور کنید که این یه ویدیوی عادی و نرمال از یه خانومیه که داره توی شهر شلوغ توکیو قدم میزنه. ولی نکته قابل توجه اینجاست که این ویدیو واقعی نیست. این ویدیو توسط جدیدترین مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی یعنی سورا که قابلیت تبدیل نوشته به ویدیو رو داره تولید شده. شما فقط به جزئیات تصویر توجه کنید، به شلوغی خیابون، تابلوهای شهر و حتی انعکاس تصویر خیابون توی عینک دودی این خانم توجه کنید. اجزای صورتش چقدر واقعی به نظر میرسه. حتی گوشواره هاش هم دارن با حرکت سرش تکون میخورن و هیچ کدوم اینا واقعی نیست و تمام اینها با هوش مصنوعی تولید شدن. آقا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این چند روز اخیر یه سری اتفاقا افتاد که من انقدر هیجان زده بودم که حتی وای نسادم که این فضای اتاق یه ذره سر و سامون بگیره. این پرده اتاق رو سفارش دادم ولی حالا گفتم که با یه پرده‌ای که عقب داشتم و اینجا نصب کردم، گفتم یکی دو تا ویدیو حداقل بگیرم که این هیجانم نخوابه. آره خلاصه نمیدونم که در جریان هستید یا نه. چند روز پیش گوگل اومد یه چیز جدیدی رو ریلیز کرد، یه سرویس لارج لنگویج مدل، یه چیزی مثل چت جی پی تی به اسم جمینای ادوانسد که مدل فکر میکنم جمینای 1.5 باشه. و دقیقاً بعد از این که گوگل اومد این کار رو انجام داد، چون یه جورایی مدل جمینای رقیب مدل جی پی تی دیگه، یعنی اینکه جی پی تی 4 یه جورایی رقیب همون جمینای ادوانس محسوب میشه. و خب گوگل اومده بود این مدل سرویس در واقع هوش مصنوعیشو معرفی کرده بود که حالا مثلا شرکت اوپن ای آی رو بزنه زمین و بلا فاصله بعدش اوپن ای آی به فاصله چند روز اومد یه سرویس خفنی رو معرفی کرد که یعنی اصلا همه دهنشون باز مونده از این اتفاق. یعنی یه اتفاقیه دقیقاً مثل همون سالی که یهو چت جی پی تی اومد و همه اینجوری بودن که وای این چی بود که اومد، هوش مصنوعی میتونه آدم باهاش حرف بزنه. الان اوپن ای آی اومده سرویس سورا رو معرفی کرد تو همین چند روز اخیر که یه سرویسیه که در واقع تکست تو ویدیو جنریشنه، یعنی اینکه شما یه تکستی رو به اون سرویس میدی، یه متنی رو میدی، یه پرامپتی بهش میدی و اون میاد با استفاده از اون متنی که شما دادی یک ویدیوی 1 دقیقه‌ای از اون متن شما میسازه. خب قبلا اوپن ای آی سرویس دالی رو داده بود بیرون که مثلا یه متن رو میدادی، یه عکس میداد، ولی الان خیلی خفن‌تر شده دیگه. الان یه ویدیو 1 دقیقه‌ای میده و خب یه سری سرویس های دیگه بودن که مثلا این تکست میدادی بهشون میتونستن ویدیو تولید کنن، مثل پیکا، مثل رانوی. ولی این چیزی که الان اوپن ای آی داده اصلا یه چیز دیگه است. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چی به چیه. من روی لپتاپ هم بهتون نشون بدم. اینجا وبسایت خود اوپن ای آی که حالا یه چند روزیه که صفحه سورا رو اومده به نمایش گذاشته. میگه که creating video from text، یعنی اینکه ویدیو میسازیم از متن ها، از تکست ها. و میگه که هر ویدیویی که توی این صفحه هم دارید میبینید با هوش مصنوعی تولید شده و هیچ دخالتی توش انجام نشده، یعنی فقط هوش مصنوعی تولید کرده. و میگه که حالا مثلا ویدیوهایی میتونیم الان تولید کنیم که تا 1 دقیقه در واقع طولشونه
و حالا این یه نمایی از ویدیوهایی که میتونه تولید کنه که حالا میریم با هم دیگه میبینیم. و چند روز پیش سم آلتمن اومد توی 15 فوریه، الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 18 فوریه است، 15 فوریه اومد یه توییتی گذاشت توی توییتر یا همون ایکس، گفتش که آقا بیاید یه سری متن به من بدید، من میخوام این متن‌ها رو تبدیل به ویدیو کنم براتون. بذارید اون توییتی که گذاشته بود رو ببینم میتونم پیدا کنم. دقیقاً همین توییته. نوشته که we would like to show you what Sora can do. Please reply with captions for videos you would like to see and we will start making some. میگه که آقا یه سری ریپلای بزنید، یه سری متن من بدید تا من بهتون نشون بدم که سورا چی کار میتونه بکنه و چه ویدیوهایی میتونه از این متنایی که شما میدید تولید کنه. و حالا خود سم آلتمن داره این ویدیوها رو گذاشته توی پیج توییترش از متنایی که مردم گذاشتن. حالا بریم توی خود پیج سم آلتمن ببینیم که چه ویدیوهایی خودش گذاشته. بریم سراغ این ویدیو. میگه که a bicycle race on ocean with different animals as athletes riding the bicycles with drone camera view. میگه که مسابقه دوچرخه سواری در اقیانوس با حیوانات مختلف به عنوان ورزشکاران دوچرخه سواری که با نمای دوربین پهپاد داره ازش فیلم برداری میشه. حالا بریم ویدیویی که سم آلتمن ازش گذاشته رو توی توییتر با هم ببینیم. اوه مای گاد، این چیه دیگه؟ این یکی از ویدیوها بود. و حالا ویدیوی دوم، یه نفر توییت زده که میگه که آقا یه ویدیوی آشپزی از یه مادر بزرگی که حالا مثلا اینفلوئنسر سوشال میدیاه و داره پیراشکی درست میکنه توی آشپزخونه‌اش. حالا بریم ببینیم که این ویدیویی که سم آلتمن ازش گذاشته با همین سرویس سورا چه شکلیه. این همون مادر بزرگ است که داره دست تکون میده و اینجا داره پیراشکی درست میکنه، این تخم مرغ کنارشه. واقعا خیلی چیز خفنیه. و حالا بریم یه ویدیوی دیگه هم با هم ببینیم. یه نفر دیگه یه توییت گذاشته، میگه که two golden retrievers podcasting on top of a mountain. میگه که آقا 2 سگ گلدن ریتریور دارن پادکست ضبط میکنن بالای یک کوه. حالا بریم این ویدیو رو با هم ببینیم که سم آلتمن با سورا ساخته. این 2 سگان که دقیقا بالای کوهن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، میکروفون پادکست هم که جلوشونه و واقعا اتفاق عجیبی داره توی دنیا میفته. حالا برید توی خود پیج توییتر سم آلتمن و ویدیوهای دیگه شو ببینید. حالا من میخوام اون ویدیوهایی که خود پیج اوپن ای آی داره از این سورا منتشر کرده، یعنی ویدیوهایی که با سرویس سورا ساختن و حالا توی پیج اوپن ای آی داره منتشر میشه، اونا رو میخوام بهتون نشون بدم که اونا واقعا خفنن. البته یه نکته رو بگم قبل از اینکه حالا بریم این ویدیوها رو با هم ببینیم. سرویس سورا هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته و فعلا در دسترس حالا یه سری افراد خاص مثل ویدیو سازا و آرتیستا و اینایی که حالا یه مقدار قابل اعتماد ترن فعلا دسترسیش به اونا داده شده. گفتن که حالا ما فعلا داریم یه سری تحقیقات انجام میدیم که ببینیم که حالا سیفتیشو چجوری برقرار کنیم که برای حالا مردم مشکل زا نشه این حالا تولید کردن ویدیوها. مخصوصا مثلا فرض کنید که یه ویدیویی تو زمان انتخابات حالا آمریکا منتشر بشه که حالا مثلا یه رسوایی از یه نامزد انتخاباتی مثلا به وجود اومده باشه، میدونی خب اینا خیلی مشکل زا میتونه باشه براشون. به خاطر همین هنوز به صورت عمومی ریلیزش نکردن، ولی حالا دارن نشون میدن که چه اتفاقایی میتونه بیفته و چه قابلیتایی داره این سرویس سورا. و حالا من اینجا سرچ میکنم که پیج خود اوپن ای آی رو توی یوتیوب باز بکنیم.
و ببینیم که اون ویدیویی که خودشون منتشر کردن چیه. یه ویدیوی حدوداً 10 دقیقه‌ایه که منتشر کرده. حالا بذار ببینم همون 10 دقیقه است یا اینکه بیشتره. آره حدوداً 10 دقیقه و 23 ثانیه است که حالا اومدن ویدیوهایی که با تکست تولید کردن و اینجا گذاشتن. بریم یکی یکی با هم ببینیم. خب پرامپت اول اینه: A cartoon kangaroo disco dances، یعنی اینکه یه کانگورویی که کارتونی شکله و داره توی دیسکو مثلا میرقصه، یه همچین حالتی. بریم ویدیوشو ببینیم. این کانگورو هست که داره میرقصه، عینک دودی هم زده به چشش و همینجور انگار که توی دیسکوه دیگه، اون بالا هم که نورای دیسکویی شکله. پرامپت دوم: A litter of golden retriever puppies playing in the snow, their heads pop out of the snow. میگه که یه تعداد، حالا مثلا توله سگ نژاد گلدن ریتریور که دارن توی برف با هم دیگه بازی میکنن و سرشون رو از توی برف میارن بالا. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. بله این سگایی هستن که توی برفن و سرشون رو دارن میارن بالا، برفا همینجور داره میریزه. یعنی چقدر این ویدیو انگار که اصلا یه ویدیوی واقعیه. یعنی اگر که شما نمیدونستید که حالا یه سری ممکنه که اشکالات داشته باشه، ولی واقعا اگه آدم ندونه که اینا رو AI یا هوش مصنوعی داره تولید میکنه، واقعا گول میخوره. یعنی من به شخصه قشنگ اینا رو میبینم که چون یعنی پیشرفتی که داره میکنه هوش مصنوعی عجیب غریبه. یعنی کی بود که چت جی پی تی اومد و تا الان مگه چقدر گذشته و الان مثلا داریم یه همچین پیشرفتایی رو میبینیم. بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. میگه که حیات وحش بورنئو توی رودخانه کیناباتانگان، یه همچین چیزی. بریم ویدیوشو ببینیم. بله این پرنده ها رو با هم میبینیم که بر فراز یک رودخانه زیبا روی یه درختی نشستن و دارن لذت میبرن. بریم ویدیوی بعدی. میگه که آقا یه ظرف پتری، این ظرفای پتری اگه حالا درست بگم تلفظشو، این ظرفاییه که توی آزمایشگاه هست. میگه از این ظرفا که توش یه جنگل بامبو رشد کرده و پانده های قرمز کوچیک دارن کنارش دارن میدوئن. بریم ببینیم که ویدیوش چیه. بله این ظرف آزمایشگاهیه که یه جنگل بامبو توشه و این هم پانده های قرمز که دارن کنارش قشنگ میدوئن، پشت سرش هم میکروسکوپ و این داستانات. بریم پرامپت بعدی. ویدیوی بعدی برای اینکه یه مقدار متنش طولانیه، به نظرم بریم ویدیوش هم با هم ببینیم، همزمان من ترجمه پرامپتش هم بهتون میگم. میگه که آقا یه منظره‌ای که با پهپاد داره ازش فیلم میگیره و یه سری امواجن که به صخره‌های ناهموار یه ساحلی توی کالیفرنیا به اسم بیگ سور برخورد میکنن. آبهای آبی که دارن به صخره‌ها برخورد میکنن، نوک این امواج به رنگ سفیده و میگه که نور طلایی غروب آفتاب هم ساحل صخره‌ای رو داره روشن میکنه. این از این. بعد میگه که یک جزیره کوچک با یک فانوس دریایی در دوردست قرار داره و بوته‌های سبز لبه‌های صخره رو میپوشونن. بعد میگه که شیب تند جاده تا ساحل یه نمایش دراماتیک رو داره نشون میده و لبه های صخره بر فراز دریا برجسته هستن. بعد در آخر هم میگه که این منظره زیبایی خام ساحل و منظره ناهموار بزرگراه ساحلی اقیانوس آرام رو به تصویر میکشه. فقط شما ببینید یعنی چه متنی بهش دادن و این چه ویدیویی تولید کرده از اون متن. بریم سراغ ویدیوی بعدی. پرامپتی که بهش دادن اینه. میگه که آقا یه پیشنمایش از یه فیلمی به من بده که یک مرد 30 ساله ماجراجو، در واقع یک مردی که فضانورده 30 ساله ماجراجو رو داره به من نشون میده که یک کلاه ایمنی پشمی قرمز رنگ گذاشته روی سرش
و آسمون آبیه، توی یک دشت نمکی داره قدم میزنه. ویدیو رو به شکل سینمایی برای من ضبط کن که روی یه فیلم 35 میلیمتری داره ضبط میشه و رنگ ها هم شارپ و ویوید باشن. و در اینجا میبینیم که یه فیلم اینترستلار رو میتونه برای ما تولید کنه، یعنی در این حد خفن. شما فقط بافت کلاه ایمنی این مرد ماجراجوی فضانورد رو نگاه کنید، یعنی قشنگ حتی تار موی اون کلاه بافتنی قرمز رنگش هم توی فیلم معلومه. بریم ویدیوی بعدی. پرامپت ویدیوی بعدی اینه که میگه که آقا یه ویدیوی حالت واقع گرایانه به من بده، یعنی اینکه شبیه یه ویدیوی واقعی باشه که 2 کشتی دزدان دریایی دارن توی یک فنجان قهوه در حالی که دارن حرکت میکنن دارن با هم دیگه مبارزه میکنن و این ویدیویی که میبینید توی فنجون قهوه است و امواج قهوه داره همینجور میره و میاد و این 2 کشتی هم که دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. این از این واقعا دود از کله من داره بلند میشه وقتی اینا رو دارم میبینم. پرامپت بعدی چی میگه؟ میگه که آقا شهر برفی و زیبای توکیو پر جنب و جوش و شلوغه، بعد دوربین داره از خیابانای شلوغ شهر عبور میکنه و داره مثلا از چند نفر فیلم برداری انجام میده و این افراد که دارن از آب و هوای برفی لذت میبرن دارن توی غرفه های نزدیک اونجا خرید میکنن و گلبرگ های خوشگل ساکورا به همراه دونه های برف هم توی هوا داره پرواز میکنه. و اینم ویدیوییه که دارید میبینید، یه سری مردمن دارن حرکت میکنن و شهر برفیه و روی اون درخت هم که دونه های برف. بریم سراغ ویدیوی بعدی. پرامپت ویدیوی بعدی خیلی ساده است و خیلی کوتاهه. میگه که آقا داستان زندگی یه ربات رو توی دنیای سایبرپانک به من نشون بده. بریم ببینیمش. این یه رباتیه که توی دنیای عجیب و غریبه و اطرافش هم یه سری آدمن که دارن ربات انگار درست میکنن، فکر میکنم اونا. یه حالت شبیه این بازی‌های کامپیوتری هست که مثلا یه شخصیتی توی اون بازی کامپیوتری هست، شبیه اونه. بریم سراغ ویدیوی بعدی. پرامپتی که برای تولید کردن ویدیوی بعدی دادن اینه، من ترجمه‌شو میگم. میگه که آقا یه صحنه انیمیشنی برامون تولید کن که یک هیولای کوتاه پرزدار رو داره نشون میده که کنار یک شمع قرمز ذوب شده زانو زده. بعد میگه که سبک این ویدیو یه حالت هنری سه‌بعدی و واقع گرایانه داره که روی نورپردازی و بافت تصویر تمرکز داره. بعد میگه که حال و هوای تصویر یه حالیه که داره کنجکاوی و شگفتی اون طرف رو داره حکایت میکنه و جوری هم نشون بده ویدیو رو که هیولا با چشمان گشاد و دهان باز به شعله داره نگاه میکنه و حالتی که اون هیولا داره نشون میده اینجوریه که انگار برای اولین بار داره دنیای خودش رو کشف میکنه و رنگ‌های گرم و نورپردازی دراماتیکی هم که توی ویدیو داریم میخوایم که فضای دنج تصویر رو بهتر نشون بده. و این هم ویدیویی که تولید کرده یه هیولاییه که دستشو برده کنار شمع و داره به اون شمعه با مثلا یه کنجکاوی خاصی داره نگاه میکنه. یعنی دنیای انیمیشن سازی قراره عوض شه، یه همچین حالتی. یعنی فرض کن شما نشستی توی خونت یه سری تکست میدی و شروع میکنی به تولید کردن انیمیشن. دنیا داره به این سمت میره. بریم سراغ ویدیوی بعدی ببینیم که چیه. میگه که آقا فرض کنید که یه دوربینی از پشت یک خودروی SUV که حالا هم سفید رنگه هم قدیمیه و بالاش هم یه دونه از این پایه های باری مشکی رنگ هست داره ازش فیلم میگیره. این خودروی SUV داره توی یه جاده خاکی مثلا
داره حرکت میکنه و کنارش هم مثلا درختای کاج و شیب تند کوه هم که اون ورشه. بعد میگه که آقا همزمان با اینکه داره این خودرو حرکت میکنه، گرد و خاک باید از زیر تایرای خودرو در بیاد و نور خورشید هم که داره بر روی این ماشینه داره میتابه و میگه که آقا هیچ خودروی دیگه ای هم توی تصویر نیست و درختایی هم که توی این تصویر دارید میبینید درختای ردوودن و میگه که چیزی که معلومه اینه که کسی که داره رانندگی میکنه توی یه جاده ناهموار داره رانندگی میکنه و خیلی هم انگار که مثلا رانندگی براش سخته. آسمان آبی روشنه و ابرها هم پراکندن و این ویدیوییه که هوش مصنوعی سورا از این متن تولید کرده. یه خودروی SUV که داره توی جاده حرکت میکنه، جاده پیچ و پیچه و داره از زیر چرخ‌ها همینجور داره گرد و خاک در میاد و دیگه آدم میمونه چی بگه واقعا. این از این. بریم سراغ ویدیوی بعدی. پرامپتی که برای تولید کردن ویدیوی بعدی دادن اینه، میگه که آقا یه دنیای زیبا از صخره‌های مرجانی که از کاغذ ساخته شده باشن برای من تولید کن که پر از ماهی‌ها و موجودات دریایی رنگارنگ باشه. و این ویدیوییه که سورا تولید کرده. این صخره‌های مرجانیه که همش انگار که با کاغذ درست شده، انگار با این کاغذهای رنگیه، این ماهیان، این لاک پشته و عجب چیزیه واقعا. اینم که اسب دریاییه که با کاغذ درست شده. اصلا یه حالت فانتزی خیلی جذاب خفنی داره. بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. پرامپتی که برای ویدیوی بعدی دادن اینه که میگه که آقا یه گربه‌ای داره سعی میکنه که صاحب خودشو بیدار کنه که بهش صبونه بده. میگه که همینجوری که حالا اون صاحبش هی داره ایگنورش میکنه و مثلا هی بهش نگاه نمیکنه، ولی گربه سعی میکنه مثلا از شیوه های جدیدی استفاده کنه، یه جوری بالاخره مثلا باعث شه که صاحبش بیدار شه از خواب و در نهایت هم صاحبش مثلا یه چیز غذایی از زیر بالشش در میاره و مثلا به گربه میده که بتونه یه ذره بیشتر بخوابه. و ویدیویی که هوش مصنوعی تولید کرده اینه. این گربه رو با هم میبینیم که اومده روی تخت صاحبش و همینجور داره ضربه میزنه به دماغ و چشم صاحبش و داره سعی میکنه که بیدارش کنه. بریم ویدیوی بعدی. پرامپتی که برای ویدیوی بعدی دادن اینه که میگه که آقا یه سری ماموت پشمالوی غول‌پیکر دارن از توی یک مرتع برفی عبور میکنن و پشمای بلندشون هم داره توی باد با آرامی تکون میخوره و درختای اطرافشون هم از برف پوشیده شدن و کوههای دوردست هم نوکشون برفی و از برف پوشیده شده. دیگه بقیه متنی که نوشته داره مثلا حالت دوربین و شرایط فیلمبرداری رو توصیف میکنه. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. این ماموتایی هستن که دارن توی این مرتع برفی حرکت میکنن، پشتشون یه سری درخته که روش برف نشسته و کوههایی هم که روشون برف نشسته. اینم از این و بریم سراغ ویدیوی بعدی. پرامپتی که برای ویدیوی بعدی دادن اینه که میگه که آقا فرض کن که میخوای یه ویدیوی که با مثلا دوربین گوشی فیلم برداری شده رو به من بدی از مردم لاگوس نیجریه توی سال 2056. ببینیم که چه ویدیویی به ما داده. این ویدیوییه که از مردم نیجریه سال 2056 یه سری آدمن که دارن با هم دیگه صحبت میکنن، لباساشون رنگی رنگیه و اون پشتشون هم یه مثلا شهر مدرن، حالا مثلا میخواد سال 2056 انگار که نشون بده و اینم از این. بریم سراغ ویدیوی بعدی. توی ویدیوی بعدی میگه که آقا، یعنی تکستی که تو برای ویدیوی بعدی دادن میگه که آقا
من میخوام که یه دوربینی باشه که از یه سری تلویزیون قدیمی داره فیلم برداری میکنه که این تلویزیون ها دارن چی نشون میدن. مثلا فیلم های علمی تخیلی سال 1950، فیلم های مثلا قدیمی، فیلم های ترسناک قدیمی، اخبار، یا مثلا کمدی های سیتکام مال سال 1970 و یه همچین چیزایی که توی یه موزه گالری توی نیویورک این تلویزیون ها قرار داده شدن و یه دوربینی هم داره ازشون فیلم برداری میکنه. و بریم ویدیو رو ببینیم که چی میتونه تولید کنه. اینا تلویزیوناییه که حالا مثلا یه سری تلویزیون قدیمیه، هر کدومش داره یه چیزی پخش میکنه و شما فقط تصور کنید که اگر بخواد کسی توی دنیای واقعی همچین ویدیویی رو تولید کنه چه هزینه هنگفتی باید انجام بده که مثلا حالا این تلویزیونای قدیمی رو بیاد جمع کنه، آیا این تلویزیونا کار بکنن، روشن بشن، بعد حالا مثلا این فیلمای قدیمی رو بره پیدا کنه روی هر کدومش بذاره. و اصلا کاری که داره هوش مصنوعی انجام میده یه کار شگفت انگیزه. شما فرض کن با تقریبا هزینه صفر، حالا صفر که فکر نمی کنم باشه، یعنی شما باید یه هزینه رو پرداخت کنید احتمالاً برای اینکه دسترسی داشته باشید، ولی در مقابل همچین ویدیویی که توی دنیای واقعی باید تولید کنید، یعنی عددش انقدر پایینه که میتونه مثلا هزینهش یه جورایی هیچی به حساب بیاد. بریم سراغ ویدیوی بعدی. توی تکست بعدی میگه که آقا یه مردی میخوام که توی سن 20 سالگیش باشه و روی یه تیکه ابر نشسته باشه و داره کتاب میخونه به همین سادگی. اینم از ویدیویی که هوش مصنوعی سورا تولید کرده، یه پسر 20 ساله که نشسته روی ابرا داره کتابشو ورق میزنه و از پشتش هم داره ابرا تو آسمون دارن حرکت میکنن و واقعا انگار ویدیوی واقعیه. یعنی خیلی سخته آدم بتونه تشخیص بده که اینو مثلا هوش مصنوعی تولید کرده یا واقعی. البته خب این که تخیلیه و مثلا روی ابر نشسته، ولی حالتش خیلی واقع گرایانه است چیزی که داره تولید میشه. بریم ببینیم دیگه چی داره. میگه که آقا یک ویدیویی به من بده از یه محوطه ساخت و ساز که پر از کارگریه که دارن اونجا مثلا کار میکنن و پر از تجهیزات و ماشینالات سنگین. و اینم ویدیویی که تولید شده، یک محوطه ساخت و ساز، انواع ماشینالات و آدمایی که دارن اونجا کار میکنن و دوربین همینجور داره میچرخه. و اینم از این. بریم ببینیم دیگه چی داره این. دیگه چه سورپرایزایی برامون داره این هوش مصنوعی اوپن ای آی. پرامپت بعدی میگه که آقا یک تصویر از کالیفرنیا یا دوران قدیم به من بده در زمان گلدراش. گلدراش زمانی بوده که توی کالیفرنیا حالا مثلا طلا پیدا شده و یه سری آدم هجوم آوردن به اونجا برای اینکه حالا این طلا رو استفاده کنن. تقریبا سال 1848 میلادیه. بریم ببینیم چه ویدیویی میده. این کالیفرنیا سال 1848 توی زمان گلدراش. و یعنی در واقع هوش مصنوعی اومده از یه سری داده های تصویری گذشته این زمان کالیفرنیا رو یعنی یه جورایی تصور کرده که این شکلی بوده و این تصویر رو داره به ما نشون میده. بریم سراغ ویدیوی بعدی. تکستی که تو ویدیوی بعدی بهش دادن اینه که میگه آقا یه انیمیشن 3 بعدی از یک موجود کوچیک و گرد و پرزدار با چشای بزرگ برای من تولید کن که مثلا داره یه جنگل جادویی رو سعی میکنه که کشف کنه. بعد میگه که آقا این موجودی که داری تولید میکنی یک شکل، یه ترکیب خیالی باشه از خرگوش و سنجاب و خز آبی نرم داشته باشه و دم پرپشت و خطدار. بعد میگه که آقا این موجودی که داری میکشی برام، این موجودی که داری تولید میکنی، میخوام که در کنار یه جویبار درخشانی همینجور هی بپره و چشماش هم از شگفتی مثلا گشاد شده باشه، قلمبه شده باشه.
بعد میگه که جنگل یه سری عناصر جادویی داره، مثلا گلها دارن میدرخشن، رنگ گلها داره تغییر میکنه، بعد مثلا درختها مثلا رنگاشون بنفش نقره‌ایه. بعد میگه که یه سری چراغ کوچیک هم اونجا هستن که شبیه کرم شبتابن. در نهایت هم میگه این موجودی که حالا داری میکشی و طراحی میکنی، میخوام که در نهایت بره یه جایی وایسته کنار یه سری موجودات کوچیکی که شبیه پریان و دارن دوره حلقه قارچ مثلا دارن میرقصن، وایسته و مثلا به اونا نگاه کنه، بعد مثلا یه درخت بزرگ رو نگاه کنه با تعجب و فکر کنه که مثلا این درخته قلب جنگله. و ویدیویی که هوش مصنوعی از همچین در واقع متنی تولید کرده این شکلیه، یه موجودیه که داره همجور میپره، بعد رسید به یه سری پریایی که روی قارچن و دارن میرقصن. بریم سراغ ویدیوی بعدی ببینیم که دیگه چی داره برامون این هوش مصنوعی سورا. تکستی که به ویدیوی بعدی دادن اینه که میگه که آقا فرض کن که یه پهبادی داره از بالا، یه درونی داره از بالا فیلم برداری میکنه از یک مثلا کلیسای تاریخی که توی ساحل آمالفی قرار داره و از اون ورم امواج دریا دارن به این ساحل اونجا دارن برخورد میکنن. یه سری آدم هم هستن که اون پایین دارن قدم میزنن و دارن از صحنه‌ای که تماشا میکنن لذت میبرن. حالا بریم ببینیم که مثلا همچین چیزی رو چطور میتونه بسازه هوش مصنوعی. این ساحل آمالفیه و اونم که دریا اون پایین و موجهایی که دارن به صخره برخورد میکنن. این نمای در واقع پهباده که داره بالا فیلم برداری میکنه، درون داره بالا فیلم برداری میکنه، یه سری مردم هم اون پایینن و دارن قدم میزنن. بریم برای ویدیوی بعدی. توی ویدیوی بعدی همون پرامپتی که قبلا داده بود رو اومده دوباره داده به هوش مصنوعی و گفته که ازش یه ویدیوی دیگه برای من تولید کن. یه متنی بود که گفته بود که آقا مثلا فرض کنید که شهر توکیو پر از جنب و جوش شلوغه و مثلا خیابونای شهر شلوغه، یه چند نفر دارن توی خیابون قدم میزنن، هوا برفیه و مثلا دارن خرید میکنن و مثلا گلبرگای ساکورا هم توی باد پخش شدن. این همون پرامپتیه که قبلا هم داده بود به هوش مصنوعی. حالا بریم ببینیم که الان دوباره اگه بخواد یه چیز دیگه تولید کنه چی تولید میکنه. این ویدیو اون گلبرگای صورتی ساکوراه و آدمایی هن که دارن توی شهر توکیو قدم میزنن، داره برف میاد و عجب صحنه. این یکی فکر کنم قشنگتر از صحنه قبلی هم شده، حتی دارن میرن خرید میکنن. ببینیم دیگه چی داره برامون این آقای سورا. توی ویدیوی بعدی میگه که آقا یک انیمیشن استاپ موشن برای من تولید کن از یه گلی که داره کنار پنجره مثلا رشد میکنه. بریم ببینیم که چه ویدیویی ازش میتونه تولید کنه. این گلیه که گذاشتن کنار پنجره. فرض کنید مثلا یه دوربین رو گذاشتن، این دوربینه داره ویدیو میگیره و این ویدیو رو تندش کردن و این گله داره همینجور رشد میکنه. توی تکست بعدی برای ویدیوی بعدی میگه که آقا فرض کن که اومدیم از یه گالری هنری بازدید کنیم که سبک‌های مختلفی توش وجود داره. بریم ویدیوشو ببینیم. این موزه هنریه، انواع و اقسام تابلوها رو گذاشتن اینجا و همینجور دوربین داره مثلا میره جلو، انگار داره از توی موزه فیلم برداری میکنه از تابلوهای نقاشی خفن. واقعا کف من بریده. یعنی چی میتونم بگم. این از این. تکست ویدیوی بعدی هم یه ذره طولانیه، حالا من براتون میخونم. میگه که آقا فرض کن که یه کلوزآپ از نزدیک میخوای فیلم برداری کنی از یه مرد پیر که حالا مثلا موهاش سفید شده و ریش داره و تقریبا حدودای 60 سالشه
و عمیقاً در فکر فرو رفته و داره مثلا به تاریخ جهان فکر میکنه و توی یه کافه‌ای توی پاریس نشسته و داره با چشماش مثلا به بیرون نگاه میکنه، به مردمی که دارن توی خیابون قدم میزنن و خودش عمدتاً خیلی حرکتی نداره وقتی که نشسته. و چی پوشیده؟ میگه که یه کت پشمی پوشیده و حالا مثلا لباسش از پایین دکمه خورده و یک برت قهوه‌ای رنگ هم گذاشته روی سرش، یک کلاه برت، و عینکش هم زده به چشمش و قیافش هم شبیه مثلا پروفسور است. و در نهایت هم میگه که یک لبخند ملیح کوچیکی میزنه، انگار که مثلا به معمای زندگی پی برده و پیدا کرد مثلا جوابی که داشت دنبالش میگشت و میگه که آقا نورپردازی تصویر سینماییه، یه نور زردرنگ طلایی داره به چهرش میتابه و خیابون پاریسی هم که توی بک‌گراند تصویر داره به نمایش گذاشته میشه و میگه دوربین 35 میلیمتری هم داره استفاده میشه. و حالا بریم ببینیم که ویدیویی که داره تولید میکنه چه شکلیه. این آقای پیرمرد با ریش سفید و موی سفید و کلاه برت، مردمی که دارن اون پشت توی شهر پاریس قدم میزنن و یک لبخند ملی که حالا لبخند که در واقع نیست، داره لباشو به هم حالا مثلا فشار میده، ولی حالا مثلا انگار که داره به معمای زندگی پی میبره. بریم ویدیوی بعدی رو با هم ببینیم. تکستی که به ویدیوی بعدی دادن که تولیدش کنه اینه که میگه که آقا یک نمای خیلی نزدیک از چشمای یک دختر 24 ساله به من بده که داره مثلا پلک میزنه و توی مراکش وایساده و زمانش هم مثلا زمان ماجیک آوره. ماجیک آور به زمانی میگن که فکر میکنم قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب بهش میگن ماجیک آور و میگه که حالا مثلا این فیلمه یا حالت سینمایی داشته باشه و این داستانا. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. این ویدیوییه که هوش مصنوعی تولید کرده. شما فقط جزئیات تصویر رو نگاه کنید. یعنی اگه من به شما نمیگفتم که این ویدیو رو هوش مصنوعی تولید کرده و اون علامت اوپن ای آی مثلا اونجا نبود، واقعا انگار که یک ویدیوی واقعیه و انگار که واقعا مثلا یه دوربینی رفته از چشمای دختری مثلا داره فیلم برداری میکنه و حتی مثلا توی چشماش شما دارید مثلا لحظه حالا غروب آفتاب یا طلوع آفتاب رو دارید میبینید و جزئیات در این حد داره رعایت میشه توی همچین ویدیویی. بریم سراغ ویدیوی بعدی. من که واقعا دیگه نمیدونم باید چی بگم. تکست ویدیوی بعدی میگه آقا من یه ویدیو میخوام از جشن سال نو چینی که با اون اژدهای چینی که مثلا تو جشناشون هست تزیین شده. بریم ویدیوشو ببینیم. این همون اژدهاییه که مثلا توی انیمیشن های مختلف چینی و فیلم های مختلف چینی موقع جشن سال نوشون دیدیم که دارن یه سری افراد حملش میکنن و اینم از این. تکست ویدیوی بعدی میگه که آقا فرض کن که میخوای یک ویدیوی حالا مثلا دیجیتال 3 بعدی به من بدی از یه سمور بامزه و خوشحال که با اعتماد به نفس روی یه تخته موج سواری وایساده و جلیقه نجات زرد تنشه و داره مثلا به سمت آبهای فیروزه‌ای گرمسیری جزایر مثلا استوایی حرکت میکنه. بریم ویدیوشو با هم ببینیم. این اون سمور بامزه‌ایه که روی تخته موج سواری وایساده و داره دستاشو تکون میده، جلیقه زرد رنگ تنشه و همینجور داره توی آبهای گرمسیری حرکت میکنه و چه تصویر بامزه‌ای واقعا. یعنی یه حالت انیمیشن طوری خیلی جذاب. تکست ویدیوی بعدی میگه که آقا فرض کن یه دوربینی داره از جزیره بورانو که توی ونیز توی ایتالیاست داره فیلم برداری میکنه و داره مثلا ساختمونای رنگارنگ و فیلم میگیره ازشون
و یک سگ با نژاد دالمیشن که خیلی هم دوست داشتنی و گوگولیه داره از پنجره توی طبقه همکف به ساختمون نگاه میکنه و از اون دور هم یه سری افراد مختلف در حال قدم زدن و دوچرخه سواری هستن کنار این ساختمونای رنگارنگ. بریم ویدیوشو با هم ببینیم. این سگ نژاد دالمیشنه که سگ خالداره و داره مثلا توی از کنار پنجره های ساختمون های رنگارنگ قدم میزنه و راه میره. بریم برای ویدیوی بعدی. تکستی که به ویدیوی بعدی دادن میگه که آقا من میخوام یه بازتابی از پنجره قطار رو به من نشون بدی که داره مثلا از حومه شهر توکیو عبور میکنه. این ویدیوییه که هوش مصنوعی تولید کرده. فقط شما نگاه کن این لحظه‌ای که یه ساختمون اومد و بعد سایه شد و بعد مثلا تصویر اون دختری که داشت فیلم میگرفت نشون داده شد. بذار یه بار دیگه من این ویدیو رو پلی کنم. این صحنه‌ایه که داره حالا مثلا قطار حرکت میکنه و این صحنه‌ایه که یهو سایه میشه و اون دختری که داره فیلم میگیره نمایش داده میشه و واقعا یعنی من میخوام فقط حجم جزئیاتی که الان هوش مصنوعی میتونه توی تصویر تولید کنه توی ویدیویی که 1 دقیقه میتونه طولش باشه و انقدر عجیب و غریب و هیجان انگیزه برای من. بریم ببینیم دیگه چیا داره. تکستی که به ویدیوی بعدی دادن اینه. میگه که آقا من میخوام یه نمای کلوزآپ به من بدی از یک کره شیشه‌ای شکل. این کره های شیشه‌ای شکل رو دیدید که مثلا این وریش میکنی مثلا برفایی توش میریزه. میگه اون شکلی باشه که داخلش یه زن گاردن باشه. زن گاردن به یه سری از این باغ‌های با استایل ژاپنی میگن که مثلا شیار طوره، مثلا با سنگ یا با شن این شکلی. بعد میگه فرض کن که یه دورف کوچیک توی اون کره است، توی اون کره شیشه‌ای است و داره این زن گاردنه رو درست میکنه و یه سری مثلا پترن توی اون شنا، یه سری شکل و شمایل به اون شنا داره درست میکنه. بریم ویدیوشو ببینیم. این همون آدم کوتوله است که توی این کره شیشه‌ایه و داره مثلا این باغ زن گاردنی که مثلا اون شیارا رو داره درست میکنه. این هم از این. تکست ویدیوی بعدی میگه که آقا فرض کن که یه سری از این موشک‌های کاغذی داریم، از این هواپیماهای حالت موشکی هست که با کاغذ درست میکنن و مثلا اینجوری پرتش میکنن. بعد میگه که فرض کن که اینا دارن پرواز میکنن بر فراز مثلا یه جنگل خیلی انبوه و انگار که مثلا شبیه یه سری از این پرنده های مهاجرن که دارن مثلا حرکت میکنن و میرن. بریم ویدیوشو ببینیم. اینا اون موشکای کاغذی رنگی هن که توی جنگل بر فراز اون جنگل انبوه دارن پرواز میکنن و انگار که دارن مثلا شبیه این پرنده های مهاجرت میکنن و از یه منطقه به یه منطقه دیگه و همین. بریم سراغ ویدیو بعدی. تکست آخری که توی اون ویدیو اومده و حالا مثلا پرامپتی که به هوش مصنوعی دادن و گفتن یه ویدیویی تولید کن این بوده. میگه که آقا یه انیمیشن سیلوئت برای من تولید کن. انیمیشن سیلوئت، اصلا کلا سیلوئت به چیزی میگن که فرض کنین عکسای ضد نور رو دیدید که مثلا از پشتش انقدر نور زیاده که مثلا جلو تاریک سیاه اصلا به نظر میرسه، به اینا میگن سیلوئت. بعد میگه که آقا یه انیمیشن سیلوئت برای من تولید کن که یک گرگی رو نشون بده که داره زوزه میکشه مثلا در کنار یک ماه و احساس تنهایی میکنه تا اینکه مثلا پک خودش رو پیدا میکنه، اون گروه خودش رو پیدا میکنه. بریم ویدیوشو با هم ببینیم. این همون گرگه است که داره مثلا پشتش یه ماه بزرگه، داره از تنهایی زوزه میکشه. حالت تصویر حالت سیلوئته که مثلا گفتم پشتش باید یه نور زیادی باشه و جلوش مثلا انگار که تاریکه، انگار که مثلا سایه طور سیاهه و همینجور داره قدم میزنه تا بالاخره اون گله گرگ‌ها رو پیدا میکنه و از تنهایی در میاد. این بود داستان
هوش مصنوعی سورا، داستان اوپن ای آی و سرویسی که اخیراً داره ریلیز میکنه و به شدت این اتفاق عجیبیه، به شدت اتفاق بزرگیه. یعنی ما سال گذشته فکر میکنم سال گذشته بود که یه سری ویدیوها در اومده بود که مثلا ویل اسمیت رو نشون میداد که داشت مثلا اسپاگتی میخورد، بعد مثلا اون ویدیو با هوش مصنوعی درست شده بود و انقدر داغون بود که همه میگفتن که نه بابا، حالا مثلا هوش مصنوعی کی میخواد ویدیو درست کنه، اصلا مگه میتونه همچین توانایی رو پیدا کنه که بخواد یه ویدیویی که مثلا شبیه واقعیت باشه رو درست کنه. ولی همونجوری که داریم میبینیم به فاصله 1 سال اینقدر داره هوش مصنوعی پیشرفت میکنه و در کنار این که هیجان انگیزه، ترسناک هم هست. یعنی شما ببین که وقتی توی 1 سال همچین پیشرفتی میتونه اتفاق بیفته، توی آینده نزدیک چه اتفاقایی میتونه با هوش مصنوعی رقم بخوره. در نهایت امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. این خبر خیلی برای من خبر هیجان انگیزی بود و دوست داشتم که هر چه سریعتر با شما به اشتراک بذارم و شما هم با خبر باشید از این اتفاقی که داره توی دنیا میفته و این پیشرفتایی که داره اتفاق میفته و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و خوب و خوش و سرحال و سرزنده و شاد باشین. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.